خوب دیگه ان شاء الله. خوب دیگه. ویدیو اول مهمه. نه برو بریم. خب سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالیم به ویدیو جدیدمون. بعد از حدود 3-4 ماه یا 5-6 ماه مدت طولانی ما برگشتیم دوباره. خیلی چیزا عوض شده. اول همین موهای حسام. بعد از اون لوکیشن چیا داریم؟ آره میز دارم، من دست دارم. میخوام 10 دقیقه زور بزنیم تو ویدیو همینه. ما به سری دلایل خیلی شخصی الکی مثلا ما خیلی اتفاقای بدی افتاد واسمون تو کامیونیتی قبلی. نه ولی اصلا خوش نگذشت. من خیلی هم سخت بود واسه ما دیلی آپلود و اینا. تصمیم گرفتیم که راحت بگیم پول ندارم. ما چیزه یک پول کانتنت قبلی پول نداشت، 2 ویو نداشت، 3 هر روز بعد اون کارو می‌کردیم. ما بهتره کنیم هفته یه روز بتونیم سالم که اون سر حال بشه، این میگم این سر حال بشه، منم سر حال بشم، بتونیم ویدیو بگیم. ولی حالا اینا مهم نیست. اومدیم با کانتنت جدید و دیگه مرتب هفته یه دونه ویدیو، حد اکثر هفته 2 تا ویدیو. ملت حد اکثرش اصلا 7 تا ویدیو هست، ما 1-2 تا. میشه گفتش که هفته 1-2 تا ویدیو کلا داریم. امید ندارم. بعد بچه‌ها یه دونه توضیحاتی هم راجع به این کانتنتی که قرار بگیریم رو ویدیو میاد. دیگه توضیح بدم خیلی طولانی میشه. اونو بخونید که اگه کسی مثلا مشکل که قطعا پیش نمیاد، کسی خواست کامنت بذاره اینو در جریان باشه که آره این کانتنت داریم چیکار می‌کنیم و اینا. ولی حالا بریم تو ویدیو هم راجع به کاری که می‌خوام بکنیم توضیح میدم. بریم.